نیک شو. سلام به همگی، من بچه‌ها هستم. میدونم قیافم براتون یکم آشناس، البته فقط یکم. و بذاری بگم من اونی که فکر میکنین نیستم. اسم من نیک زن چوسه. چوز چیه بابا؟ چوز. راستی بگم این یارو پسر خالمه، ریک. یه ترشه توی سرم کار گذاشته و برای همین دارم با شما فارسی صحبت میکنم. و از اونجایی که ریک و مورتی خیلی گند زدن فصل 5 به بعد، تصمیم گرفتم برنامه خودم رو بزنم و چنل خودم رو داشته باشم. اصلا قرار نیست این برنامه چیزای عجیب غریب اختراع کنم، اما خیلی از این دافولی ها و خزاخیلا رو قراره با هم رست کنیم. حالا شاید بگین رست چیه؟ همون تخریب، یا بهتره بگم ریدن با آدماست. البته اگه بذارم بگم ریدن. ای بابا، خب بوق نزدشم. میخواستم بگم بیان یه ریاکشن به جدیدترین برنامه یوتیوب بریم که فمینیستای زمین و زمان طلبکار میگن زن ستیزانه است. 10 شرکت کننده قوی و با انگیزه. آخه یزید اینا که همشون زنن. اون پسره کی اسمش پیمان پدرام چیه؟ فقط همون یکی تنها نره توی برنامه است. اونم تازه فکر کنم دوانیستوز باشه. ببخشید کلمه‌شو نمیتونم بگم، باز بهمون تهمت نزنن. چی شده؟ چی؟ از اتاق فرمان دارم میگه مثل که همین الان پسر ناراحت شده، گفته بیا بهت نشون بدم پسر. آخه بی تربیت، یکم مؤدب باش، خاک پیش سرت بکنه. اگه از من یاد بگیر، از همین اول برنامه میخواد دهن منو باز بکنه. من که نفهمیدم این برنامه‌اش کجا زن ستیزه. اگه کسی فهمید تو کامنت‌ها ما بگه. ولی بچه‌ها چقدر خوب بود این چیزا رو میگم. دخترا میگن همین توپل هستش که میگن نمیدونم لباس بلد نیست بپوشه و فلان اینا. آخه آدمای توپل خیلی مهربونن. ما پسرام دقیقاً برای همون مهربون بودنه که دوستشون داریم، مگه نه؟ راستی یکی دیگه رو ببین. اینو نگاه کن، ما شبیه این زن چیزای چی میگه، همین زنای پر رفت و آمد. باید چی میخندی؟ اسکول این کویتیه. نه بابا خیلی هم خوبه آقا. این کویتی پولداره، تو خونهشون خدمتکار زنم دارن. ای بابا، ولی ای کاش داداش 14 ساله این بودم و خدمتکار زن داشتیم، چقدر حال میداد. همیشه فتیش یعنی آرزوشونو داشتم. یه خانم هم تو داورا هست که فقط دلش میخواد پاره کنه و بگه من خیلی خفنم و از این حرفا. و لباست کاش که اشکال نداشت من قیچیش میکردم. این وسط لباسته؟ بله. اوکی. نه تاش. اساتید عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. چرا اونجا؟ فقط همین، من که استرس کردم. چون دلم میخواد اینجا باشه. دست بزنین. یه کشه گرد ساده. آره بیا ماراجو، چون همونجا هم در 2-3 قدم هم میتونم داورا ببینم. خب شما داشتین صحبت می‌کردین اینجا. ببین من الان احساس میکنم اون شکلی که بود خیلی چرا قیچیش کردی؟ کاملا مشخص این خانم تو نوجوانی یک سر قیچی میزده، یعنی قیچی میکرده. آقا منظورم قیچیه، مؤدب باشین. آقا این واقعا به نظرم خانم ترین خانم جمعم همین مهناز افشاره. خیلی با شخصیته، اصلا دلم نمیخواد رابطم با مهناز خراب بشه، بس بهش تیکه نمیدازم. واقعا از اون پرستو صالحی که خیلی بهتره. حرف از پرستو صالحی شد، یه سری هم به برنامه عشق حولی بزنیم. خب این برنامه هم که نزدیک فینال و امیدوارم دیگه ازش ساخته نشه. نزدیک 100 قسمت ازش اومده که با افتخار فقط 20 قسمت اولشو دیدم. ولی بهتون میگم از قسمت 20 تا الان فرق زیادی نکرده. نهایتش مثلا یه دختری چند از چرخیده باشه، ولی آجی سالم کاملا بیرنگه. آره جون خودت. و پسرام نهایت کم خودشونو کرده باشن یعنی تو دل دختره کرده باشن. ولی تو این دخترها خانوم ترین که وجود نداره. یه دونه دختری که میخواد خودشو بیشتر از اونی که هست نشون بده. فکر کنم فهمیدین. نگار. دخترها حواستون به نگارهای زندگیتون باشه. میگن اگه حواستون به دوست پسراتون نباشه، نگار میاد و حواسش میباشه. حاجی یعنی کاملا مشخصه از اون دختراست که رابطه دوست صمیمیشو با یه پسر خراب میکنه، بعد میره دنبال پسره، بعد یه جوری هم میگه من شخصیتم اجازه نمیده. یکی نیست بگه آخه اسکل تو اگه شخصیت داشتی که تو این برنامه نبودی. ولش کن آقا، خیلی دربارش حرف نزنیم، باز شاخ میشه. این یکی رو آقا ببین. سلام. 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 الو. سلام. سلام.
زهرام عزیزم. اوف چه دختر کم سن و سال پاکی دیده میشه. به به 20 سالشه، حتما از بقیه خیلی بهتره. یعنی منظور خورده شیشه نداره. چی ها؟ آقا کارگردان میگه ویدیو بریم ببینیم. آقا بریم ببینیم. بریم. نه بس کنم نمیخوام چیکار دانیالو تحریک نکنیم وسط. من تحریکش نمیگم ببرش. بحثا به دانیال ربطی نداره. دانیالو حق نداری تو تحریک بکنی. من دیگه به تو حسی ندارم. اینجا اومدم به تو گفتم دیگه به شما حسی ندارم. من اینه که تو رو ریجکت کردم. یکی از افتخارات زندگی من همینه. خب چرا آقا تو این برنامه یه آدم درست هم پیدا نمیشه. بچه 20 سالش هم انقدر پررو و بیادبه. اون دوست پسر چشم بادومیش هم یه جوری جسم میگیره انگار برد پیت. آخه اسکل تو که میمونم هرچی زشتر عدو اطفالش قاعدتا بیشتر. بچه ها من این نتیجه اخلاقی هم گرفتم وقتی این برنامه رو دیدم. اونم اینه آقا اگه دختر 20 ساله دارین لطفا نفرستین ترکیه که مثل این طناز و الهه در نیاد. و بدبخت‌ترین آدم توی عشق حولی فکر میکنین کیه؟ بله این بدبخت. حاجی چقدر قیافش آساس این کی بود؟ شبیه یارو کارتون دختره بود. این دختر که نه بابا همین زن بود، همیشه هم لخ را میرفت. اسمش چی بود ها خانم سیب زمینی. بله قیافه رو نگاه، یعنی نگاه کن 10 تا پسر توی این برنامه رفته اومد و حتی یه نفرم این زهرا رو گردن نگرفت. دخترای عزیزم امیدوارم تو زندگی واقعیتون هیچ وقت مثل زهرا نشه. خب بریم سراغ ویدیو درباره شیر مادر که قولشو داده بودم. آقا یه کمپانی آمریکایی تصمیم گرفته دست بزنه اون نقطه ضعف مردا و با این کار کلی پول به جیب بزنه. قراره تولیدی بکنن از شیر مادر، یا بهتره دقیق‌تر بگم یه بستنی بسازن که طعم شیر مادر میده. دیگه قراره تمام خاطراتمون از شیر خوردن و مکس زدن و گاز گرفتن و لیسیدن و چی داشتیم میگفتیم؟ ببخشید خاطراتمون قراره زنده بشه دیگه. البته اگه متأهل باشه که هر شب زنده است. آقا میگم برای بالا بردن فروش هم مراحل تولید هم میتونیم فیلم بگیرین ها. سایت و اینا زیاد میشناسم که برای فیلمش هم پول خیلی خوبی میدن. بعد برای مراحل تولید که معمولا پشت جلد متن می‌نویسن واقعا چی می‌خوایم بگین؟ مثلا یه سری مامونو به خط کردیم انقدر دوشیدیمشون که چشاشون سیاهی بره، بعد ازشون شیر گرفتیم. بعد مثلا اگه یکی بستنی کاکائویی بخواد چه میدونم از شیر مامان سیاه‌پوست استفاده میکنین؟ Oh man that was racist. یا مثلا مامان فرانسوی شیرشون بو پنیر میده، یا مامان ایرانی مثلا شیرشون بو قرمه سبزی میده. بعد اگه که موش مثلا زیاد باشه قراره تو بستنیش مو هم پیدا کنیم. حالم به هم خورد. از اینا گذشته چجوری اینا رو استخدام کردین؟ مثلا به تعدادی مادر شیرده در مقادیر زیاد نیازمندیم. اون وقت لیتی چند باشون حساب میکنیم. بعد فرض کنید که از این مامانا بپرسه کارت چیه، طرف باید بگه شیر میدم که شیر میدم مثلا پول میگیرم چه میدونم شیره‌ای صنعتی. آقا این بنده خدا شب بره خونه شوهر بیچاره‌اش نمیگه چرا انقدر چشات خمار، میگه چرا انقدر آویزونه لعنتی. چون میدونین دیگه شیر که میگیرین خمار میشه. حالا ببخشید نمیتونم بگم آقا بچه نشسته پای برنامه. یعنی واقعا با این کاراتون گند زدیم به روابطی که از قبلم گند بود. بعد میگین چرا مردا تنوع طلبن. نمیدونم طرف زن داره باز دوست دخترم داره. نمیدونم بابا یارو با جنیفر لوپز هم ازدواج میکنه باز میره خیانت میکنه. واقعا خاک تو سرش، خیلی بده، واقعا زشته. من اگه زن داشته باشم هیچ وقت بهش خیانت نمیکنم، 100 سال بهش وفادارم. نهایتش مثلا روزای تعطیل دیگه چی بشه برم جای دوست دخترام. حالا شانسم مثلا چه میدونم فرض کن میخوایم به تعطیلات دیگه هیچی، بعد 14 روز باید بیای بچه‌هامونم ببریم. دوستای گلم ممنونم که برنامه رو نگاه کردیم. ما قسمت اول خیلی وقت نداشتیم برای کاری بیشتر، اما اگه کامنتی دارین چیزی هستش که میخواین به ما بگین یا چیزی هستش که میخواین باهاش شوخی کنیم حتما ممنون میشم تو قسمت کامنت ها بذارید. حتما خودم شخصا بهتون جواب میدم. قربون همتون برم تا هفته بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.